نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. این سوره مبارکه احزاب است. چرا به این سوره میگه احزاب؟ مشخصه. احزاب در زبان عربی هم به معنی احزاب، در فارسی هم به معنی احزاب، یعنی تمام حزبها و گروهها جمع شدند به زعم خودشان و به گمان خودشان که کار اسلام را و کار دین را یکسر بکنند، خاتمه بدند. جریان اونها در این سوره بیان شده. از یهودی ها گرفته تا منافقین رفتند مشرکین مکه را و قبائل دیگر را همه را تحریک کردند. یک لشکر بسیار بزرگی تشکیل دادند، آمدند مدینه را محاصره کردند، جنگ احزاب را خلق کردند. این جنگ احزاب هم میگویند، جنگ خندق هم میگویند. تفصیل این جنگ و واقعا این سوره را که انتخاب کردیم یکی از سوره های آموزنده هست. بسیاری از مسائل، بالخصوص مسائل ایمانی، امروز هم مسلمانان در شرایط بسیار سختی هستند در دنیا، لذا شرایطی که امروز هست با شرایط اون روز خیلی همخوانی دارد، مطابقت دارد. ولی ببینیم ایمان مسلمانان اون روز را که چگونه بر مشکلات فائق آمدند و منافقان مثل منافقان امروز در اون زمان هم از هیچ دسیسه‌ای دریغ نکردند، کوشش کردند برای شکست اسلام و مسلمین. ولی الله عزوجل از آنجایی که فیصله کرده بود که اهل دین را و دوستانش را یاری بفرماید، رسول الله صلی الله علیه و سلم را، گرچه روزهای بسیار سختی گذشت اما آخر الله تعالی دشمنان را تار و مار کرد. تفصیلش را میخوانیم. اما ابتداءً به این خاطر این سوره را میگن سوره احزاب، چون احزاب بر علیه رسول الله جمع شدند. اما ربط سوره در سوره سجده که انشاءالله شما میخوانید در روزهای آینده، ادعای سوره هست ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، یعنی بغیر از خداوند هیچ حامی و هیچ شفاعت کننده در روز قیامت ندارید. بنابراین بغیر از خداوند کسی دیگر را نخوانید، بغیر از خداوند کسی را نخوانید. گرچه تمام قبائل و تمام احزاب با هم متحد بشن و در مقابل شما قرار بگیرند، هم این مسیر را رها نکنید. این ربط اسمی شد، یعنی این مسیر را ولو اینکه احزاب بر علیه شما جمع بشند، باز هم شما این مسیر را رها نکنید. و نسبت به مشرکان در رابطه با این مسئله کوچکترین نرمشی و تمایل نشان ندهید، چون که مشرکین در ابتدای سوره میخوانیم، مشرکین آمدن خدمت رسول الله گفتن شما فقط به خدایان ما بد نگو، نمیخوایم که اونها را خدا بدانی، اونها را معبود بدانی، ما فقط اونها را در حدی فریاد میزنیم که شفاعت ما پیش خدا بکنن، به عنوان شفاعت بپذیر، من شما با هم صلح میکنیم، هر چی شما بگیم ما میپذیریم. الله عزوجل فرمود ای پیغمبر
ببین که در مقابل اینها نرمش نشان نده. بله، پس این ربط سوره هست با سوره گذشته که در سوره گذشته نفی شفاعت قهری بود. در این صورت هست که اگر اونها بیایند به شما بگویند که شما معبودان ما را به عنوان شفیع قبول بکنید، باز هم در مقابلشون تسلیم نشوید. ابتداء خداوند پیغمبر خودش را خطاب کرده، اما در رابطه با این خطاب و شأن نزول خطاب مفسرین نوشتند که گروهی از مشرکان مکه بعد از صلح حدیبیه خدمت رسول الله آمدن. ابو سفیان هم بود که بعدا مسلمان شد، اکرمه ابن ابو جهل هم بود که بعدا مسلمان شد. بعضی از اینها آمدن و پیشنهاد دادن خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم. گفتن که همین پیشنهادی که عرض کردم، من و شما آخر به یک جای باید با هم دیگر توافق بکنیم، ما از بقیه ادعاهای دست بردار میشیم، فقط شما معبودان ما را شفیع بدانید، شفاعت کننده بدانید، بیشتر از این نه. ما هم کاری دیگه با شما نداریم، آزاد هستید درباره خدا، هر چی تبلیغ میکنی تبلیغ بکن. خداوند عزوجل با سختی به آن حضرت صلی الله علیه وسلم تذکر داد، مبادا اطاعت بکنی، ذره اطاعت را اطاعت نکن از اونها. بعضی دیگه گفتن وقتی که رسول الله به مدینه آمد، چون بحث مدینه بود، یهود بنو قریظه و یهود بنو نذیر و بنو قینقاع آمدن خدمت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و اونها چنین چیزی مطرح کردند. لذا الله تعالی فرمود یا ایها النبی اتق الله، ای پیغمبر از خدا بترس، از خدا پروا بکن. اتق الله، بعضی گفتن خطاب رسول الله راست، مراد امته. خیلی جاها خداوند پیغمبر را خطاب میکنه، منظورش امت است. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، ای پیغمبر وقتی که شما زنها را طلاق دادید این گونه. خب پیغمبر هیچ زنی را طلاق نداد، منظور امت است. یا مثلا الله تعالی میفرماید لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر با خدا شریک قرار دادی همه اعمال تباه و نابود میشه. خب خطاب به رسول الله است ولی منظور امته. اینجا هم چنین بعضی گفتن یا ایها النبی اتق الله، ای نبی از خدا بترس، ولا تطع الكافرین والمنافقین، اطاعت نکن کافران را و منافقان را، کافران اهل مکه و منافقان اهل مدینه. ان الله کان علیما حکیما، بدون شک خداوند علیم هست، دانا هست و حکمت دارد. ببینید اینجا خطاب رسول الله را است، ولی علمای امت در هر دوری و در هر عصری این خطاب متوجهشون هست. علما باید در مسائل دینی نباید کوتاه بیایند. مسائل دینی در اختیار ما نیست که ما به عنوان مثال به خاطر وحدت، به خاطر مسائل دیگه بیایم مذهب خودمون را، دین خودمون را کنار بگذاریم، فقه خودمون را کنار بگذاریم. آنچه که برداشت ماست از کتاب و سنت او را کنار بگذاریم به خاطر مصالح دنیا، مصالح حکومتی. مثلا حکومتی در دست ما هست، مصلحت ببینیم و به خاطر مصلحت حکومت خیلی از احکام را نادیده بگیریم. نه، نباید انسان دین را به خاطر مسائل دیگر فدا بکند و قربان بکند. این نکته را باید داشته باشیم که این خطاب مخصوص زمان رسول الله نیست. قرآن کتاب جاودانه و دستورات قرآن همیشه بروز هستند. امروز هم این خطاب متوجه من و شماست که در مقابل مسائل دینی نرمش نشان ندید. یعنی مسائل دینی را به خاطر مصالح خودتون، مصالح دنیا، مصالح حکومتی، مصالح سیاسی، مصالح اجتماعی زیر پا نگذارید. مذهب را زیر پا بگذارید که به نوایی برسید. لا تطع الکافرین والمنافقین. خیلی هستن به خاطر مسائل
مالی، به خاطر حقوق، به خاطر شهریه میرن دین و مذهب را زیر پا میگذارن، خلاف فقهشون و برخلاف دین خودشون عمل میکنند. الله تعالی میفرماید این کار را نکن. واتبع ما یوحى الیک من ربک، ای حبیب، ای رسول صلی الله علیه و سلم، پیروی کن از آنچه که وحی میشه به سوی تو از جانب رب. ما معتقدیم که باید در هر چیز از وحی الهی پیروی کرد. به خاطر مصالح هم الله عزوجل یسر و فراخی به قدری برای ما گذاشته و بعض مشترکات حتی با بقیه ادیان، با یهود و نصارا مشترکات به قدری هست که لازم نیست انسان دین خودش را نادیده بگیرد، فقه خودش را. الله میفرماید لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. این یهودیان مسیحیان از شما راضی نمیشوند تا زمانی که دست از دینت بکشی و تابع ملت اونها بشی. بس این مسئله آخر انسان را به همین جا میبرد، میرساند که انسان دست بکشد و بره تابع اونها بشه. بنابراین باید در امر دین صلابت باشد. این را تعصب نمیگویند، این را تسلب میگویند. صلابت باید باشد، باید انسان محکم بایستد و ذره احکام خدا را نادیده نگیرد. رسول الله این اجازه را ندارد. واتبع ما یوحى الیک من ربک، پیروی کن آن چیزی که وحی می شود به سوی شما از جانب ربت. ان الله کان بما تعملون خبیرا. همانا الله عزوجل به آنچه که شما عمل میکنید خبیر هست. این خواسته مشرکین را علامه آلوسی با این کلمات تعبیر کردن. میگه مشرکین آمدن خدمت رسول الله، قالوا لرسول الله ارفض ذکر آلهتنا. یا رسول الله ترک بکن ذکر معبودان ما را، و قل انها تشفع و تنفع. بگو آنها می توانند نفع برسانند و شفاعتشون فقط قبول میشه. اگر همین یک جمله را گفتی، کوتاه آمدی، و ندعوک و ربک، ما تو را و پروردگارت را میگذاریم، هر چی که فعالیت میکنی آزاد. فشق ذلك علی النبی والمؤمنین. این پیشنهاد اینقدر بر رسول الله و مؤمنین سخت گذاشت که وهموا بقتلهم، خواستن ابو سفیان بکشند. خیلی ها شمشیراشون در آوردن. رسول الله گفت به خاطر خدا ما با هم پیمان داریم، دیروز در حدیبیه با هم پیمان بستیم. یا رسول الله پیشنهاد میده که ما بیایم خدایانشون را تأیید بکنیم. ببین مسلمان باید چنین صلابت داشته باشه. هر کسی پیشنهاد میده که از دینت یک مقداری دست بکش، یک مقداری عقب نشینی بکن، عیناً مثل همون پیشنهاد ابو سفیان قبل از اسلام میشه. لذا یکی بین و یکی دان و یکی گو، یکی خواه و یکی خان و یکی جو. انسان باید فقط طالب یک خدا باشد. هر کسی را انسان نمیتونه راضی بکنه. الله تعالی در آیات آینده هم میگه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. در جوف یک انسان، در درون یک انسان خدا دو قلب نگذاشته که هم عقیده توحیدیه را بخواهی داشته باشی، هم اونها را مسیحیان و یهودیان را هم بخواهی راضی بکنی. نخیر، این چنین ممکن نیست. لذا الله می فرماید و توکل علی الله. اگر از عواقب می ترسی، از خطرات می ترسی، توکل بر خدا بکن. و کفا بالله وکیلا. الله کافی هست از نظر کارساز. این آیات باید ایمان ما را اصلاح بکند، درست بکند. انسان باید مداهنت نکند، باید بر خدا توکل بکند. خداوند از همه گزندها انشاءالله حفاظت می فرماید. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. الله می فرماید که جمع نفرموده الله برای هیچ مردی دو قلب در دلش، در درونش، در جوفش. دو قلب هیچ که نداره، یک خدا. ایمان هم باید
یکی باشد، به دو چیز ایمان نمیشه آورد. لذا میگه لا یجتمع الکفر والایمان بالله فی قلب، هم کفر به خدا باشد، هم عقیده شرکی باشد، هم عقیده توحیدی باشد در یک قلبی. کما لا یجتمع قلبان فی جوف، چنانچه دو قلب نمیتواند در یک جوف و در یک سینه قرار بگیرد. فالمعنى لا يجتمع اعتقادان متغایران، معنای این آیه این هست که دو عقیده متغایر فی قلب جا نمیگیرد. قرطبی گفته اینا دو اعتقاد متضاد بگیم که هم میتونیم مسلمان باشیم هم بخشی از عقاید یهود را داشته باشیم، جمع نمیشه. ببینید در ابتدای این سوره الله عزوجل سه چیز را رد میفرماید. یکی اصولی هست، همینه که مشرکان از پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقاضا کردند که در باب شفاعت فقط برای معبودانشون شفاعت قائل بشه، چیزی دیگه ازت نمیخوایم. الله تعالی با شدت رد کرد. دو چیز دیگه در جاهلیت بود، اونها را هم خدای تعالی اینجا رد کرد. یکی این بود که در جاهلیت اگر کسی با زنش زهار میکرد، شما در سوره مجادله به تفصیل خواندید، زهار میکرد یعنی زنش را به مادرش تشبیه میداد. خب در زمان جاهلیت این دیگه حرمت معبده میشد، یعنی برای همیشه اون زن بر او حرام میشد، چون که او را مادر گفته دیگه، برای همیشه بر او حرام میشد. خب شما خواندید در ابتدای سوره مجادله که صحابیه پیش رسول الله آمد، گفت یا رسول الله من این همه بچه دارم، شوهرم الان به من گفته تو مثل مادرم هستی. رسول الله چون که اختیار نداشت در احکام خدا تغییر بیاره، از خود چیزی بگه، رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که بر من چیزی در این باب نازل نشده و فکر نکنم راهی دیگه باشه مگر اینکه تو حرام شدی بر او، برای همیشه حرام شدی. این عجوزه، این پیرزن رفت گریه کرد، شکایتش را پیش خدا آورد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. قرآن در سوره مجادله گفته، الله میگه خداوند سخن اون را شنید. ای رسول الله آمد با شما بحث کرد، از شما ناامید شد، و تشتکی الی الله، آخر شکایتش را پیش خدا برد، خدا هم برایش راهی هموار کرد. لذا الله فرمود این که کسی به زنش بگه مادرش نمیشه، این سخن دروغه، با این سخن مادر نمیشه. لذا این انسان که چنین کلمه سنگین گفته بره کفاره زهار بده که اونجا خواندید، و بعد از اون زنش هست. خب اینجا همون رسم را الله تعالی دومین چیز اون را بیان می‌فرماید، و ما جعل ازواجکم اللائي، و قرار نداده خداوند همسران شما را، اللائي تظاهرون، آنهایی که شما با آنها زهار میکنید، منهن با آنها، امهاتکم، مادران واقعی شما نیستند. اینا کی گفته مادر شما میشند؟ بلکه اونجا هست ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، مادر اونه که انسان را بزاید، انسان از اون متولد بشه، این زنت هست. با این کلمه مادر گفتم مادرت نمیشه. رسم سوم که در میان جاهلان عرب بود، پسرخوانده که مثلا کسی را به فرزندی میگیرد، فرزندش نیست ولی میگه که تو از این به بعد پسر من، با هم عقد پدری و پسری میبندن. در جامعه ما هم عرف است، میگه ما پدر و پسر دینی هستیم، برادر و برادر دینی هستیم. این عقد پسرخواندگی در زمان اسلام و قبل از اسلام بود، حتی در زمان اسلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم برده‌ای داشت به نام حضرت زید ابن حارثه، پدر حضرت اسامه بن زید. زید در واقع داستان زید انشاءالله میاد به تفصیل بیان میکنم، ولی زید برده حضرت خدیجه بود.
خدیجه از بازار مکه به پول گرفته بود. بعد از اینکه با رسول الله عقد کرد و ازدواج کرد، زید را به رسول الله بخشید. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زید را آزاد کرد و پسر خودش قرار داد. بعد از اون نمی گفتن زید ابن حارثه، خب پدرش معروف بود در ملک خودش که بعدا میاد داستانش، می گفتن زید ابن محمد. خب این پسر خانده آیا واقعا پسر میشه؟ قرآن میگه نه. فردا همین زید اگر زنی داشت و زنش را طلاق داد، پدرش یعنی محمد صلی الله علیه وسلم میتونه با همسر زید ازدواج کنه. چنانچه همین امر اتفاق افتاد. الله تعالی میخواست این رسم جاهلیت را از بین ببرد، این کار را توسط رسول الله انجام داد. مسئله چنین شد که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دختر عمه‌اش حضرت زینب را به عقد زید در آورد. زینب نمیخواست، چون زید برده بود، غلام بود، گرچه در واقع برده نبود، از عربهای اصیل بود، ولی خب دزدیده بودن او را. آخر رسول الله به زینب و برادرش گفت که با زید ازدواج کند. زینب آخر زینب تن داد به ازدواج کرد. بعد از اینکه ازدواج کرد، خداوند میخواست که این مسئله به همین شکل پیش بره. بعد از اینکه ازدواج کردن ناسازگار شدند، هر کاری کردن. حتی رسول الله دوست نداشت که زید طلاق بده. قرآن هم میگه، خداوند عزوجل اینجا از قلب رسول الله داره میگه خدا میدونه تو در دل دوست نداشتی که اون طلاق بده. چرا؟ چون رسول الله احساس خطر کرد که خداوند بعد از اون به من میگه تو زینب را عقد کن. بعدا در مقابل این همه مردم که بگن عقد کرد با زن فرزندش، چه جوابی بدم؟ به این خاطر رسول الله نمیخواست عقد بکنه، ولی الله این زمینه را فراهم آورد. آخر ناسازگار شدند، زید و زینب از هم جدا شدند، طلاق داد. تا اینکه طلاق داد، مدتی که گذشت، خداوند به رسول الله گفت زینب را عقد کن. یکی از ازواج و همسرانی که دستور عقدش در آسمان داده شد حضرت زینب بود. لذا این بر پیغمبر خیلی سنگین شد. عقد کرد، مشرکین اون چی که باید میگفتند گفتند، اعتراضات شروع شد. الله عزوجل اینجا میفرماید از این به بعد حق ندارید اینها را پسران پدرهای خاندهشون بگویید. نباید بگویید زید ابن محمد، نه، این ابن محمد نیست، پدرش اون کسی هست که این از اون متولد شده. بگید زید ابن حارثه. یکی دیگه از غلام ها بود، مولا، عرض کنم که مولای ابو حذیفه، گفت که اون را میگفت ابن ابو حذیفه، سالم، ببخشید، سالم ابن ابی حذیفه میگفتند. آخر گفتن نه، چون ابو حذیفه این سالم را آزاد کرده بود و بعدا فرزند خودش قرار داد. گفتن نه، از این به بعد نگید سالم ابن ابی حذیفه، بگید سالم مولا ابی حذیفه. سالم یعنی غلام آزاد شده ابو حذیفه. پس خداوند فرمود و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. ادعیا جمع دعی هست، دعی یعنی پسر خانده. الله قرار نداده پسر خانده های شما را فرزندان شما، اینا فرزند شما نیستند. ببین اینجا یک مسئله ما هم برداشت بکنیم، استنباط بکنیم. در جامعه ما هستن بعضی ها این پدری و پسری را با هم دارن، بعضی ها برادری و برادری دارن و بعضی متاسفانه برادری و خواهری دارند. یعنی میگم ما برادر و خواهر دینی هستیم. خب آیا برادر و خواهر دینی شد اون وقت میشه محرم هم دیگه؟ آیا زن میتونه آزاد جلوی این مرد که بگه برادر دینی من هست ظاهر بشه؟ خداوند میفرماید اینی که خودش را پسر رسول الله قرار داده، میگه از این به بعد نگویید پسر رسول الله، بگید زید ابن حارثه. پس چطور این خواهر دینی، همه خواهران دینی ما هستند، اما اینطور خواهر نمیشه که فردا بگه محرم ما هست. نخیر، نمیتونه جلوی انسان بی پرده باشد. و اصلا این ارتباط
خودش جای اشکال داره با یک نامحرم، چون که گرچه برادر و خواهر دینی هستیم همه ما با هم دیگر، ولی ارتباط گرفتن با نامحرم، به تنهایی صحبت کردن و خلوت کردن، این خودش داعیه حضور شیطان هست. رسول الله فرموده سومی اونجا شیطان هست. لذا الله می فرماید و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، خداوند قرار نداده پسر خانده های شما را فرزندان شما، ذالکم قولکم بافواهکم، این در واقع سخن شماست با دهان شما، یعنی با زبان میگی با دهان میگی، واقعیتی ندارد. والله یقول الحق، الله حق را میگوید، رو در باستی نداره با هیچ کسی. و هو یهدی السبیل، اون ذات شما را راهنمایی میکند به راه درست. لذا از این به بعد چیکار بکنید؟ ادعوهم لآبائهم، آنها را صدا بزنید به طرف پدرانشان، بگید زید ابن حارثه، بگید سالم مولا ابی حذیفه، پدرش معلوم نبود. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، این از نظر انصاف با انصاف تر است نزد الله. فإن لم تعلموا آباءهم، اگر شما پدرانشان را نمی شناسید، فاخوانکم فی الدین، آنها برادران دینی شما هستند و موالی شما هستند، یعنی غلام های آزاد شده شما، دیگه فرزند خودتون نخوانید. اما در گذشته ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، گناهی نیست در آنچه که اشتباه کردید. ببین یک عمر عادت کردیم میگیم زید ابن محمد، زید ابن محمد، الان که خدا دستور داده از این به بعد نگید، نمیگوییم، صحابه نمیگوییم. اما اگر اشتباه کردیم الله میفرماید اگر سبقت لسانی شد، اخطأتم به، خطا کردید، لیس علیکم جناح، گناهی نیست. اما گناه در چه صورتی هست؟ ولکن ما تعمدت قلوبکم، اینکه در دلتون عمدن بگید و بعدا بگید نه من اشتباها گفتم. و کان الله غفورا رحیما، خداوند ترغیب به سوی توبه میده، خداوند غفور بخشاینده و مهربان هست. اکنون الله تعالی نسبت رسول الله را با امت بیان می فرماید، نه تنها پدر زید هست، نسبت به تمام مؤمنان رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاتر است. النبی اولا بالمؤمنین، نبی اولاتر و نزدیکتر است به مؤمنین من انفسهم، از خودشان، از جانهایشان. حتی رسول الله به ما گفته بر اساس همین آیه لا یؤمن احدکم، هیچ یک از شما نمیتوانید مؤمن باشید، حتی اکونا، حتی که من محمد باشم، احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین، من محبوب تر باشم هم از پدرش، هم از فرزندش و هم از همه مردم. یعنی تا زمانی که رسول الله از پدر ما برای ما محبوب تر نباشد، از فرزند ما برای ما محبوب تر و از همه مردم، تا اون زمان ما مؤمن نمیتوانیم باشیم. لذا الله فرموده اولا بالمؤمنین من انفسهم، حتی از خودشان، از جانهایشان رسول الله چی هست؟ اولاتر است، دوست داشتنی تر است، محبوب تر است. و ازواجه امهاتهم، می فرماید همسران رسول الله مادرانشان هستند. ببین امهات المؤمنین همسران رسول الله از نص صریح قرآن مجید ثابته. لذا قرآن صراحتا میگه خدیجه ام المؤمنین است، عایشه ام المؤمنین است، حفصه ام المؤمنین است، زینب ام المؤمنین هست. اینا همه امهات المؤمنین. الله گفته و ازواجه امهاتهم، مادر تمام مؤمنین، مادر تمام مؤمنین فرمود. از چه نظر مادر هست؟ از نظر تعظیم و احترام، نه از نظر حجاب. ما
مادر ما از ما حجاب ندارد، پیشش میریم. اما همسران پیغمبر الله تعالی فرموده اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. این مادران مؤمنین را وقتی سوال میکنی از پشت پرده سوال بکنید. پس این مادر بودن در حد تعظیم و احترام هست، نه از نظر محرم بودن. خب یک مسئله که اینجا میخوام عرض بکنم، آیا وقتی که مادران ما هستند ما اونها را باید ام المؤمنین بگیم؟ قرآن گفته دیگه ما کی هستیم که نگیم. اما آیا دخترانشان میشه بگیم که اخوات المؤمنین، خواهران ما هستند؟ آیا برادرانشان را میتونیم که بگیم اخوال المؤمنین، دایی های مؤمنین؟ ببین علما فرمودن گرچه بعضی استعمال میکنن، به حضرت معاویه میگن خال المؤمنین، دایی مؤمنان، چون که برادر ام المؤمنین ام حبیبه بود. ولی خب ببین چیزی که از قرآن ثابته فقط درباره مادران هست، بیشتر از اون نیست. لذا دختران رسول را نمیشه گفت اخوات المؤمنین، یعنی خواهران مؤمنین. و عرض کنم برادر خانم های رسول الله را نمیشه گفت که اخوال المؤمنین، دایی های مؤمنین، بلکه فقط درباره امهات آمده و بس. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین. این آیه هم حکایت از چیزی دارد، خلاصش را خدمت شما عرض بکنم که ابتدا وقتی که صحابه آمدند هجرت کردند به مدینه منوره، بین مهاجرین و بین انصار رسول الله صلی الله علیه وسلم مواخات و برادری ایجاد کرد. یعنی این صحابی و این انصاری، این مهاجر با هم برادر. اگر کسی از اینها فوت می کرد از همدیگر ارث می بردند. این برادران از همدیگر ارث، چون که همونطور شریک مال همدیگر بودند. مثلا این مهاجر می مرد، مالش اون بقیه خویشاوندانش در مکه کافر بودند، ارث را کی می برد؟ همین برادر انصاری می برد. این انصاری برادر مهاجر ازش ارث می برد، چون بقیه خویشاوندان عموما کافر بودند، ارث نمی بردند. پدر اونجا مکه هست، مادر مثلا مسلمان نشده. ولی عرض کنم خدمتتان که بعدن که مکه مکرمه فتح شد و هر کسی که مانده بود مسلمان شد، اکنون اون حکم تمام شد دیگه. اون که برادر دینی از برادر دینی ارث می برد تمام شد. الله تعالی فرمود که نه، خویشاوندان در ارث بردن اولاترن، چون که اکنون خویشاوندان همه چی شده بودند؟ مسلمان. لذا الله می فرماید و اولو الارحام، خویشاوندان، بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، بعضی ها نزدیکتر هستند نسبت به بعضی در کتاب الله، من المؤمنین والمهاجرین، از مؤمنین و مهاجرین نزدیکتر هستند. از نظر چی؟ از نظر ارث بردن. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر شما می توانید انجام بدهید نسبت به اولیایتان، دوستانتان، کار معروفی، یعنی احسان، وصیت. مثلا شما بگید مال را که پدر میبرد، فرزند میبرد، این برادر دینی من هست، 1/3 را به این بدهید، 1/3 را به این بدهید. اینطور اگر وصیت بکنید خب درسته. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلك فی الكتاب مسطورا. الله میفرماید این در کتاب، در لوح محفوظ نوشته شده. پس بنابراین از این به بعد که وقتی میخواهید مسئله ارث هست، مسئله ارث به خویشاوندان. اما ذوی الارحام کی هستند؟ اون یک مسئله علمی هست، علما میدانند. ولی ذوی الارحام اول فرزند انسان، پسر انسان، بعد از اون پدر انسان. ذوی الارحام اونها را میگویند که به هر حال خویشاوند هستند کس و در همه مال را چی میکنند؟ اونها به ارث میبرند و جمع میکنند. اول فرزند انسان، اگر انسان فرزند داشته نباشه بعدا میشه پدر، اگر پدر داشته نباشه میشه برادر،
به همین ترتیب است. اگر پدر باشد و فرزند باشد، خب پدر یک ششم میبرد، بیشتر نمیبرد، همه مال برای فرزند میماند. خب اگر فرزند نباشد، بقیه ورثه یک ششم و یک هشتم خودشون را میگیرن، بقیه همه را پدر میگیرد. پس بعد از فرزند نوبت پدر است، بعد از پدر نوبت برادر است، بعد از برادر البته جد اونها بعد از پدر هستند، ولی خب در صورتی که نباشد نوبت برادر است. بعد از برادر نوبت عمو هست، بعد از عمو نوبت پسر عمو هست. به همین صورت اگر پسر عمو نبود، پسر عموی از کنم پدر بود، باز نوبت به اونها. همینطور هر چی که جلوتر میره خویشاوندان پدری اینها ذوی الارحام هستند. لذا الله میفرماید اینها به ما نزدیکترند. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. این متعلق به خطاب اول است. خداوند به رسول الله فرمود که ای رسول، شما از خدا بترس، کافرین و منافقین را پیروی نکن، چون که الله می فرماید برای همه پیغمبران ما میثاقی تعیین کردیم، ما با اونها پیمانی بستیم، باید بر اون پیمان خودشان پایبند باشند. پایبندی بر پیمان اینه که از حدودی که خدا تعیین کرده ذره عقب نشینی نکنند. الله می فرماید و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، زمانی که ما گرفتیم از انبیا پیمانشان را، و منک و از تو ای محمد رسول الله، و من نوح و از حضرت نوح، و ابراهیم از سیدنا ابراهیم، و موسی و عیسی ابن مریم، از همه این پیغمبران ما میثاق گرفتیم. ما یک بحثی قبلا خواندیم پیغمبران اولوالعزم کیا هستند. بعضی گفتن پیغمبران اولوالعزم همین 5 نفرند، بعضی همه پیغمبران را اولوالعزم گفتن، ولی بعضی گفتن همین 5 نفرند. منک یعنی شما ای محمد رسول الله، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، ما از اینها پیمان محکمی گرفتیم. لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما. این پیمان را خدا گرفته تا در قیامت ببیند کی بر پیمان خودش عمل می کند، تا که بپرسد الله از صادقین یعنی از انبیا، عن صدقهم از صدقشان، درباره صدق یعنی درباره تبلیغ، که آیا واقعا پیام من را به امتها رسانیدند یا نرسانیدند. و اعد للکافرین عذابا الیما، خداوند عزوجل برای کافران عذاب دردناک تهیه کرده. معنیش اینه که اونهایی که پیغمبران به اونها رسانیدند و انکار کردند، کفر کردند، اونجا خداوند به عذاب علیم و دردناک اونها را مبتلا بگرداند. الله عزوجل همه ما را از پیروان واقعی انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات بگرداند. صدق الله نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.